وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند تا در کنار دیگر مسائل در مورد افغانستان هم بحث کنند. بحث صلح اینجا مطرح است، در کنارش موضوع ادامه حمایت از نیروهای افغان و همچنان مرور و بررسی وضعیت روان در این کشور از مسائل مورد بحث است. برای این که موضوع را بازتر کرده باشیم و تحلیل کنیم، اینجا ما در کنارم لیلما سدید، خبرنگار آزاد در بروکسل را دارم. لیلما جان، بسیار تشکر از وقتتان. شما می‌دانید که در حالی که تلاش‌های روان برای آوردن صلح در افغانستان امیدواری‌هایی را ایجاد کرده، در عین حال شمار در درون افغانستان نگران هستند، به ویژه زنان که نگرانند مبادا در نتیجه رسیدن به یک توافق صلح اما حقوق اساسیشان پایمال شود. میخوایم بپرسم که آیا این نگرانی تنها در درون افغانستان در بین جامعه زنان وجود داره، یا ای که زنانی که در بیرون از افغانستان مثل شما زندگی میکنن هم این نگرانی را دارند؟ تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین، ما فکر میکنم که پایان هر جنگ صلح هست و باید گفتگو کنیم. صلح هم بدون قربانی به دست نمی آید. خب 40 سال هست که ما قربانی میتیم و دیگه نمیخوایم که بیشتر از این قربانی بدیم و ای را هم نمیپذیریم که صلح با قربانی دادن نقش زنان به دست بیاید. ما فکر میکنم این سال یک صلح پایدار نخواهد بود اگر حقوق و دستاوردهای زنان مد نظر گرفته نشه. این یک صلح است که بسیار زودگذر خواهد بود و نتیجه بسیار خوب نخواهد داشت. خب به نظر شما چه اقدامات باید روی دست گرفته شود که به قول شما صلح پایدار و واقعی در افغانستان برقرار شود؟ ما فکر میکنم قانون اساسی افغانستان در این مورد بسیار صراحت داره و نقش زنها و خانمها را برجسته ساخته. ما نمیخواهیم که آزادی بیان، حقوق زنان و همچنان پیشرفت و دستاوردهای زنان در این طول 17 سال از بین بره و این قربانی گفتگوهای صلح شود. ما تلاش میکنیم تا بتانیم به یک نتیجه برسیم که در او نقش زنان، پیشرفت، آزادی و همچنان مسائل حقوقی و تساوی حقوق زن و مرد در نظر گرفته شود و بتانیم به یک نتیجه برسیم که در چوکات قانون اساسی حق و حقوق و امتیازاتی که داده شده برای هر دو طرف ایره مد نظر بگیریم و بتانیم بیشتر زنها را هم در پروسه صلح شامل بسازیم تا بالاخره ما هم خوشبین باشیم نسبت به آینده که فکر کنیم بالاخره حداقل در میان 90% مردها 10% خانم‌ها هم حضور دارن و اینا میتونن نقش برجسته تر ایفا بکنن و بتونن بیشتر مسائل حقوقی و مخصوصا مسائل زنها را مطرح بسازن و شامل آجندا داشته باشن که در آینده اگر ما به یک توافق مثبت دست یافتیم زنها هم این حقوق و امتیازات داشته باشن که نسبت به فعلا اینا در آینده هم بیشتر بتونن در صحنه باشن و کار و فعالیت بکنن. فعلا که گپ میزنیم در تلاش‌های روان، نقش زنان را شما چگونه میبینین؟ پررنگ یا کمرنگ؟ ما فکر میکنم از طول آغاز حکومت موقت بعد سال 2001 نقش زنان مخصوصا در افغانستان تقریبا از دید ما به شکل سمبولیک است. اگر اینا وزیر هستند بسیار درست تصمیم گیرنده نیستند در سطحی که باید تصمیم بگیرن و همچنان در تمام مسائل در پروسه صلح شما ببینید، یعنی در بین تمام کسایی که مربوط روند صلح هستند یک خانم به حیث معاون هست و هیچگاه گپ از او درست شنیده نمیشه. ما فکر میکنم کمتر جلوه دادن نقش زنان از شروع باعث ازی شده که ما نتونسته باشیم بیشتر نسبت به شرایطی که فعلا هستیم باشیم و ما آرزو دارم که در پروسه، نه تنها در پروسه صلح بلکه در تمام موارد نقش زنها باید 50% با نقش مردها باشه و مخصوصا در پروسه صلح اگر
اگر ما نقش خانم ها را بیشتر داشته باشیم، ما فکر میکنیم که میتونیم به یک نتیجه بسیار مثبت دست پیدا برسیم، به دلیل از اینکه زنها بیشتر تمرکز بکنن به این که نقش زنها مطابق قانون اساسی افغانستان اینی هست و ما باید به همین اندازه پیش بریم و نگذاریم که دیگر بار دیگر ما به شرایط برگردیم که 20 سال پیش در زمان سیاه حکومت طالبان بودیم. ما دیگر نمیخوایم که مانند گذشته در کنج خانه باشیم و نتونیم از آموخته های خود استفاده بکنیم و بیشتر به شکل یک جنس غیر فعال باشیم و ما میخوایم از حقوق و آزادی خود دفاع بکنیم ولو که به قیمت هر چی که تمام شود. ما اصل میخوایم اما نه به قیمت از اینکه امتیازات و دستاوردهای خود از دست بدیم. لیلما سدید، خبرنگار آزاد مقیم در بروکسل، بسیار تشکر از وقت و صحبت‌های شما.